وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک بعون الله سبحانه و تعالی ما درسای خود را دوام میدهیم از کتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، یعنی درس های زبان عربی برای کسانی که با آن حرف نمیزنند. من الجزء الأول يعني از قسم یکم. از قسم چندم؟ از قسم یکم. درس امروزی ما با یاردم الله تعالی الدرس الخامس عشر، یعنی درس 15. درس 15 نیز مانند درس های گذشته برای خود کلمه های نو دارد. درس 15 برای خود یعنی کلمه های نو دارد. الكلمات الجديدة للدرس الخامس عشر، یعنی کلمه های نو برای درس 15. احداهن، یکی از آنها. احداهن، یکی از آنها، یکی از آن زنها. این از دو کلمه تشکیل شده است. احدا در آخرش الیف مقصوره دارد، در صورت یا نوشته شده است. هنگامی که با ضمیر متصل پیوست می شود و یا به صورت الیف یا را الیف کرده نوشته می شود. احداهن، یکی از آنها. متى، کی، قبل، پیش از. اسبوع، هفته. جمعش اسابيع. الممنوع من الصرف، فيه علة واحدة. صيغة منتهى الجموع. بعد ألف تكسيره أو بعد ألف التكسير 3 أحرف وسطها ساكن، یعنی بعد از الیف شکسته 3 حرف رو میبینیم و حرفی میاننگی سکون دارد. اختبار، سنجش، امتحان، اتستاتسیا. جمعش اختبارات، این رو جمع مؤنثی سالم میگویم. شهر، ماه. جمعش اشهر یا که شهور. اشهر جمع قله می باشد، شهور جمع کثره، یعنی جمعی که از 10 تا یا که از 3 تا 10 باشد اشهر میگویند. اشهر بر وزن افعول. اگر از 10 تا بیشتر جمع را شماره را در نظر داشته شود شهور. رجع، یرجع، رجوع به معنای برگشتن. رجع یرجع از باب چند است؟ رجع یرجع. ضرب یضرب باب یکم. نعم.
کیف چگونه، اذان اعلام به نماز یا که اذان، صلاه نماز، صلات جمعش صلوات. این است بارک الله فیکم کلمه های نو آیدی درسی 15. الدرس الخامس عشر، درسی 15. الفتيات، جوان دخترها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جوان دخترها سلام میدهند، سلام بر شما و رحمت و برکات او، یکی و رحمت و برکات الله. زینب در جواب میفرماید که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، و بر شما نیز سلام و رحمت و برکات الله باد. این دعا است. در اینجا الفتيات جمع مؤنث سالم می باشد. جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم آن جمع را میگویند که در آخرش الف و تای زیادتی دارد. زینبو این الممنوع من الصرف می باشد. فیه علتان، در این اسم دو تا علت می باشد، العلمیت و التأنیث. کدام نمودی تأنیث؟ گویند میگید که تأنیث معنوی، زیرا که از 3 حرف بیشتر می باشد و چی علامتی تأنیث را دیده نمی شود. من انتن یا اخوات، شما کیستید ای خواهران؟ و جوان دخترهایی که به زینب سلام دادن، سلام کردن. بعد از آن که زینب جواب گردانید، یعنی سلامشون را رد کرد، یعنی رد به اون معنا نه که مثال گیریم جواب نداد، جواب داد. بعد از آن پرسید که من انتن یا اخوات، شما کیستید ای خواهران؟ در اینجا انتن چی می باشد؟ خب ضمیر منفصل، ضمیر منفصل می باشد برای جمع زنها. خودی ضمیر ان می باشد. تا در اینجا حرف خطاب می باشد، نون مشدد، نون مشدد یا که نون مشدده باشد، چه علامتی جمعی زنانه می باشد. شما کیستید ای خواهران؟ احداهن، یکی از آنها در جواب می فرماید که نحن بنات الشیخ عباس، ما دختران شیخ عباسیم. زینب می فرماید که اهلا و سهلا و مرحبا، بیایند خوش آمدن، یا که بیاید خوش آمدید، مرحبا. امکن استاذتی، مادر شما معلمه من است. کیف حالها، احوالش چی طور است؟ احداهن، یکی از آنها در جواب می فرماید که هی بخیر والحمد لله، هی بخیر والحمد لله، او خوب است شکر الله، که تمام ستایش برای الله که او خوب است. زینب تقول می فرماید که این هی الان، او حالا در کجاست؟ احداهن، یکی از آنها در جواب چنین می فرماید که هی الان فی الریاض، او حالا در ریاض است، عاصمت المملکت العربیة السعودیه. ریاض این پایتخت عربستانی سعودی است. الله سبحانه و تعالی این کشور را و سایر کشور مسلمانان را نیز محافظت کند. زینب می فرماید که متى ذهبت ماذا به، کی رفت؟ احداهن، یکی از ویها می فرماید که ذهبت قبل اسبوع، یک هفته پیش رفت. قبل و بعد این درسی موضوع درس امروزی ما می باشد، قبل و بعد. فهمیدید؟ خب قبل اسبوع
ذهبت قبل أسبوع یک هفته پیش رفت. این موضوع چی می باشه؟ موضوع ظرف می باشد. ظرف زمان و ظرف مکان دو نمودی ظرف می باشد. ظرف را در زبان روسی نریچه می گویند. ظرف یک چیزی رو می فرمایند که اساساً الوعاء معنای لغوی ظرف در زبان خود ما نیز او را ظرف می گویند. یک ظرف بیار که در درونش چیزی گیرم، آب گیرم، هر چیزی که داخل دارد در درونش چیزی رو گذاشته می شود و این را ظرف می نامند. همین ظرف می شود که ظرف زمان باشد، می شود که ظرف مکان باشد. تعریف هر کدام از اینها: ظرف الزمانی هو اسم الزمان، ظرف زمان این اسم زمان می باشد. المنصوبی بتقدیر فی، با تقدیر فی نصب شدگی است، یعنی با توفیلی فی که از حرفای جر می باشد و معنای اساسی فی این هم ظرفی می باشد، در داخل، در درون. با توفیل همین فی نصب شدگی است. نصب گفته وینیتلنی پدیش می گویند، حالتی وینیتلنی که در سوالی کرا و چرا جواب میشد اساسا. لیکن در اینجا نه، وای مفعول رو من در نظر داشتم، معذرت. مثلا میگویند که ذهبت قبل الدرس، یا که ذهبت یا که ذهبت قبل اسبوع، فرق نداره کدام چرا که ما استفاده بریم. اگر ما گوییم که ذهبت، در اینجا فاعل مستتر هی می شود. التاء التانیث الساکنه در اینجا علامتی فعل ماضی می باشد. اگر بگیم که ذهبتو قبل الدرس، من پیش از درس رفتم، اعرابی ذهبتو قبل الدرس چنین می شود که ذهب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. همه خلاص ذهبت، این تو تای فاعل می باشد. نعم. خب مبني على السكون، لماذا مبني على السكون؟ لاتصاله بتاء الفاعل، برای خاطری به تای فاعل پیوست شدن. ذهبت من رفتم. همه خلاص. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. اکنون در اینجا ذهبت می باشد. ذهب فعل ماض مبني على الفتح، برای چی مبني على الفتح که می گویند؟ لاتصاله بتاء التانيث الساكنه، لاتصاله بتاء التانيث الساكنه. چی شد از این میکروفونای شما را؟ فهمیدید؟ نه. خب برای فعل فاعل در کار می شود، یعنی هر یک فعل فاعل دارد. فاعل انجام دهنده فعل را می گویند. در زیر این والفاعل ضمیر مستتر جوازا تقدیره هی، وی رفت. والتاء حرف مبني على السكون، يوكي والتاء التانيث مبني، يوكي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قبل ظرف زمان منصوب وهو يدل
چی گفتم؟ قبل ظرف زمان منصوب وهو يدل على الزمان الذي وقع فيه الذهاب. يعني قبل این ظرف زمان است، نصب شده است، ظرف ها منصوب می شوند و ای دلالت میکنه، یعنی قبل دلالت میکنه به زمانی که در درون همون وقت و زمان رفتن واقع شده است. رفت، فهمیدید؟ کی رفت؟ یک هفته پیش. فهمیدید؟ از همون یک هفته پیش این ظرف می باشد. در داخل همین چی کار روی داده شده است. و هو مضاف اسبوع مضاف الیه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف. گفته جواب میده. نه فهمیدید؟ ظرف زمان دوامش میتیم، بول انشالله بو برمیگردیم. زینب میفرماید که من ذهب معها، همراهش کی رفت؟ احداهن، یکی از وی دخترها در جواب میفرماید که ذهب معها اخونا ابراهیم، همراهش برادری ما ابراهیم رفت. همراهش کی رفت؟ برادری ما که نامش ابراهیم است، همان رفت. زینب تقول کیف حالکن، سخنشون قریب تمام شد، اکنون احوال پرسی میکنند. احوال شما چطور است؟ احداهن، یکی از ویها در جواب میفرماید که نحن بخیر والحمد لله، ما خوب هستیم و تمامی ستایش برای الله که ما خوبیم. فی ای مدرسه انتن، شما در کدام مدرسه هستید؟ یعنی در کدام مدرسه تحصیل میکنید؟ احداهن، یکی از ویها در جواب میفرماید که نحن بالمدرسه، که فی المدرسه المتوسطه، ما در مکتب میانی قسم یکم میباشیم. فهمیدید؟ زینب تقول، زینب میفرماید که متى اختبارکن، یعنی امتحان شما یا که سنجش شما کی سر می شود، کی آغاز می یابد؟ احداهن، یکی از ویها در جواب می فرماید که اختبارنا بعد شهر، سنجش ما بعد از یک ماه است. فهم؟ در اینجا نیز ظرف الزمان هو الاسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. گفتم مثلا اختبارنا بعد شهر، الإعراب اختبار مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وبعد ظرف زمان منصوب وهو يدل على الزمان الذي يقع فيه الاختبار وهو مضاف، شهر مضاف إليه. أما خلاص يعني مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. در اینجا وقتی که ما ظرف گفتیم و شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدا، و شبه الجملة خبر في محل رفع. زينب تقول اذهبتن الى المدرسة اليوم، آیا شما امروز به مکتب رفتید؟ نعم ذهبنا و رجعنا، آره رفتیم و برگشتیم، یعنی رفته آمدیم. این است بارک الله فیکم درسی امروزی ما از چه؟
از درس 15 دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. تمارين مشق الكلمات الجديدة للدرس 15. كلمة هاي نو برای درس 15. إحداهن از دو کلمه تشکیل شده. إحدى هن اینها را هر کدامش می نویسه شکلی تنها شکلی جمع هر جا که جاگذاری کرده است آنها را می نویسید و یعنی که معنای ترجمه گویم مفردشان را نیز می نویسید. تمارین اجب عن الاسئله الاتیه با سوال های زیرین جواب ده. من انتون شما کسید؟ این سوال متوجه به زنها می باشد. این امکن مادرتان در کجاست؟ جواب می دهید در اساس درس. الثاني مشق دوم أنث المبتدأ في كل من الجمل الآتية يعني مبتدا را در جمله های زیرین در هر جمله از جمله های زیرین مؤنث بکن. فهمیدید؟ مبتدا را مؤنث بکن. بس چگونه می شود؟ انتم طلاب مبتدا کدام است؟ انتم می باشد. انتن طالبات انتم مدرسون انتن مدرسات إلى آخره. الثالث حول الضمير في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. يعني ضمير در هر جمله از جمله های زیرین چیکار کن؟ خیلی که نشان داده شده است برگردان. یعنی که همین جمله ناتمام است. با کجا برگردان؟ یعنی با ضمیر با جمع با جمع آن را عوض کن. چه خیلی نشان داده شده است با جمع. این بیتکم یا که با مؤنث همین خیلی است با مؤنث عوض کن. این بیتکم یا اخوان این بیتکن یا اخوات. یعنی ضمیرهای مردانه را زنانه کردن در کار. این اخوکم یا اخوان این اخوکن یا اخوات. صح. الرابع ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمخاطب. در جاهای خالی در پایان ضمیری مناسبی مخاطب گذار که وی موافق به انت باشد یا که انتم یا که انتی یا که انتن. مثلا مسلم انت مسلم مريضة أنت مريضة طبيبات أنتن طبيبات إلى آخره. الخامس ضع في الأمكنة الخالية في الجمل الآتية ضميرا متصلا للمخاطب كم كي كن. اینها ضمیرهای متصل می باشند. در جاهای خالی در جمله های زیرین ضمیری متصل گذار که ویها برای مخاطب نیز می باشند. اینها در حالت جر آمده ایستادند. اما خلاص این بیتکم یا اخوان هذا كتابك يا حامد ساعتك جميلة يا ليلى إلى آخره. السادس ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمتكلم. در جاهای خالی در پایان ضمیری مناسب گذار برای شخص یکم، خواه مفرد باشد خواه جمع باشد. انا مسلم نحن مسلمون الى آخره. السابع هفتم اقرأ واکتب بخوان و بنویس گفته است. خوب میشد که همونها را نویسه. در آخر من از یادم برآمد است جدول نکشیدم. باید که جدول میکشیدم در همونجا می نویسید. اما خلاص و ترجمه میکنید. ذهب ابی الى القاهره قبل اسبوع. پدر من یک هفته پیش به قاهره رفت.
فهمیدید؟ جمله ها را کوشش کنید که در زبان تاجیکی نیز قدر امکان ترجمه درست کنید. فهمیدید؟ با تاجیک بودن ما رو فهمیدید؟ رنگی ازبکای مسجا گم نزنید. ازبکای مسجا وقتی که حرف میزنن، یک امام خطیبش گفته است که گفت بودم حضور داشتم، میگوید که اگر دندان گاو خون کند تارت میشکند. آبا میگوید ایچ خیلی مسئله است. میگوید اگر دندان گاو خون کند تارت میشکند. یا الله، این چگونه باشد؟ ولی دندان گاو نیست، دندان کاو گفته. چوبه را میگویند که دندان میکاوی، همون که فارسی خوانده برای مردم مسجد امر معروف کرده است. اگر دندان کاو، همون چوبه که دندان میکاوی خون شود، میگوید که در مذهبی ویها طهارت میشکند که خون باشد. مهم یعنی تاجیکی را قدر میتونستگی درست حرف زدن در کار. ذهب ابی الى القاهره قبل اسبوع. رفت پدری من به سوی قاهره پیش از یک هفته. پدری من یک هفته پیش به قاهره رفت. متى خرجت من الفصل یا محمد؟ ای محمد، تو از صنف کی برآمدی؟ یا که تو کی برآمدی از صنف؟ خرجت بعد الدرس. من بعد از درس برآمدم. الى آخره. الأسئلة سوالهان: اذكر تعريف ظرف الزمان. اذكر تعريف نا بعد المضاف. أعرب ما يأتي. ذهبت قبل الدرس. اختبارنا بعد شهر. نعم، بعد درس با یادم رسونه من در اینجا جدول گذارم که از یادم نبره برای آینده. این بود درس امروزی ما از کتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها از قسم یکم درس 15. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.